برای سیروپ تلخون ما میایم از تلخون خشک استفاده میکنیم دماغی گرم. عجب عطری داره. 3 دقیقه میذاریم دم بکشه. سیروپ سازی باید دقت کنیم میزان شکرته، تو اگه شکرت هرچی بیشتر باشه اون طعم سیروپت مصنوعی‌تر میشه، طعم عطرت کمتر میشه. 3 دقیقه دم کشید. آبگوشت اضافه میکنیم بهش و میریم میذاریم رو گاز. هم 1 به 1 نسبت شکر اونو کم کم میذاریم. این صافش میکنیم. استرین چی هم بیشتر از تلخونه بلند تو سیروپ اون نباید چیزی اضافه به غیر از مایه باشه. دقیقا مثل پس سکوتوس دماوریش آره. کرده 3 دقیقه دقیقا هم دیگری داره. این شماسید میزنیم، میذاریم یه مقداری دماش بیاد پایین تر، بعد اون موقع ما رنگ اضافه میکنیم. گازدار نه؟